چطورین بچه ها، حالتون چطوره؟ چه خبر؟ خوش اومدید به یک ویدیو دیگه. بچه ها بریم با هم یک دو دستی رو گیم پلی بزنیم. الان هم نزدیک ساعت 5:05 بازی ریست میخوره روز پنجشنبه و وقتی که بازی ریست بخوره تو میتونی بری باز فایت هایی که اون پایین بهتون قبلا گفتم و بزنید. حالا وایسی میبینیم پلیر هست نیست. معمولا پلیر باشه. خب پلیر آمد، بریم یه دست باز فایت دانجیون یا دانجن رو بزنیم اینجا. ساعت 4:26 صبح. بچه های چنل رو ساب نکردی چنل رو ساب کن. بعد بچه ها توی این بچه ها چند هفته‌ای که من پلی میدادم، بچه ها همه کرکترها رو من عوض میکردم که ببینم کدومش از همه برام بهتره و رسیدم به دیمون هانتر خیلی قوی، یعنی از همه چون بهترتر همین. بقیهشون هم تست کردم، اونا هم خوبم، ولی به این دیمون هانتره نمیزه. هم اسکیلاش خوبه، هم دمیجش خوبه، هم همه چیش اوکیه. سرعتش هم خیلی خوبه. فست بودن توی اتکاش هم از همهشون بهتر. حالا ما همینطوری که بچه خودتون داریم میبینین که دیمون هانتر چطوری داره دمیج میده نسبت به اونها دیگه. و یه چیزی که هستش اونا هم خب هر کسی یه اسکینی برداشته واسه خودش دیگه. من توی بازی الان بچه نمیدونم چند ماه گذشته که هستم داخل این گیم، ولی فکر کنم بالای بیشتر از 5 ماه 6 ماه باشه فکر کنم. تازه من مثلا این اون علامت 2 تا دسته رو میبینین، من یک چند وقتی باز تو گیم نبودم، گیم رو پاک کردم برای که بازی ها آپدیت نمیداد، باید خسته کننده شد. ولی خب الان همه چیش عوض شده، بازی باید کلا خسته نمیشی تو بازی. خلاصه این که حالا باس فایتر رو بزنیم ببینیم چی بهمون میده تو این گیم. تو این دست ماشاءالله هم هر کی با همون میفتم همه قوی و خوب هستن. باس فایتر رو سری میزنن میکشنش. خب باس آخریش نه، باس آخریش نیست. باس مرد 3 ثانیه شد یه باسی رو زدن ترکوندن. ماشاءالله انقدر یارام و قوی میفته. معلوم بکنم نوبت خودشه، نوبت اینه که بیاد. این بازی بچه بر حسب یا سبک بازی تموم شد، نذاشتم ما 2 تا اتایی بزنیم. این بازی بچه بر حسب بازی خدای جنگ و الدرینگ و همه رو با هم قاطی کردن شده ای. هرچی بازی بوده همه رو با هم قاطی کردن شده این که میبینی. و این خب چیز خوبی هستش که اینطوری شد. الان که بچه ما این باس فایتر رو زدیم، دیدید یک چیز سبز داد به ما. این من اون سبزه رو میرم بهتون یاد بدم که شاید خیلیاتون بلد نباشید. اینجا میریم تلپورت رو میزنیم. اینجا بچه ها میریم جایی که بهتون گفتم، میریم آیتم رو براتون باز میکنه. باید بیم. خب الان مال من بچه ها 1558 کمبا رایتینگ. این یکی که گرفتیم 1018 و ضعیفتر. بعد میریم اینجا بچه ها، اول بازی هم که بیاین بهتون یاد میده چی کار کن. اینجا میریم
رو این میزنیم و اینجا اسلاپشی میزنیم. تمام. اینا رو که بچه باید آپگرید کنیم. بعد همینطور که میبینی همشون هم به متریال بالایی نیاز داره. این ویدیو رو بچه من کوتاه براتون میذارم. بریم تا ویدیو بعدی. اینجا بچه فروشگاه است. من ببینم چیزی فروختم نفروختم دیگه. بریم تا ویدیو بعدی. بچه اگه چنل رو ساب نکردید چنل رو حتما ساب کنید. لایک حمایت یادتون نره. بریم تا بعد. فعلا.